جانم صدا کردی یو رفتی، دلت از من جدا کردی یو رفتی. شیرین جانم صدا کردی یو رفتی، دلت از من جدا کردی و رفتی. به سویت خنده کردم عاشقانه، برفتی از برم با صد بهانه. به سویت خنده کردم عاشقانه، برفتی از برم با صد بهانه. کنون بین بر لبت جان شیرین، پی دندان من مانده نشانه. کنون بین بر لبت جان شیرین، پی دندان من مانده نشانه. شیرین جانم صدا کردی یو رفتی، دلت از من جدا کردی و رفتی، دلت از من جدا کردی و رفتی. الا دختر گرفتارم تو کردی، درختی گل بودم خارم تو کردی. الا دختر گرفتارم تو کردی، درختی گل بودم خارم تو کردی. درختی گل بودم در شهر مردم، به خاکی کوچه اکسانم تو کردی. درختی گل بودم در شهر مردم، به خاکی کوچه اکسانم تو کردی. شیرین جانم صدا کردی یو رفتی، دلت از من جدا کردی و رفتی. شیرین جانم صدا کردی یو رفتی، دلت از من
جدا کردی و رفتی دلت از من جدا کردی و رفتی دلت از من جدا کردی و رفتی تشکر سلامت باشید دوستان درود میگویم ولی ما آمدیم تا اینکه دوباره به شما سلام بگوییم درود بگوییم و دل شما را به دست بیاریم با طریقه آن که برنامه خاطره ها را پیشنهادی شما گردانیم امروز باشد ما نفری را به صحنه خاطره ها دعوت نمودیم که توانستند تنها با سبک خاصه مردمی حصار سرود خواندن آوازشان دامنه‌دار گردد و به دل همه رفته برسد این نفر هنرپیشه خلقی کامل جان غنیف می باشند همراه نوازنده خود سفرعلی خالقов حاضر شدند خوشحالیم که شما را روبروی خود صحت و سلامت می بینیم بسیار ممنونیم بسیار سرفرازیم که حالا با شما برنامه خوب خواهیم داشت تشکر زیاد خوش آمدید بار دیگر و در اول یکی از سرودهای دوره جوانی شما منظوری بیننده گردید همان سروده که زمان مردم بسیار از شما طلب میکردن درخواست میکردن و حتی تا حال که ما نیز از شما درخواست کردیم که محض با همین سرود برنامه را شروع کنیم چه خاطرات خوبی داره در بابت همین سرود بسیار سالتان با موارد بود راستی که همین سرود در دوره بچگی خیلی دوره بچگی میدونید خودتون دوره بچگی خیلی در شوق جوانی بود همین جوش خروش عشق عاشقی همین عشق عاشقی راستی که دوره جوان بودیم و همین سرودا رو میخواندیم این روایت‌های خلقه بسیار با همین روایت‌های خلقه من بسیار روی میآورم بسیار چیزای من با معقول هستم خودم برای همین تو بسیارش با خودم ایجاد کردم بعد روایت‌های خلقه از چیزا گرفته بعد همین سرود پیدا شد همین سرود در سبک رادیو هم هست در فوند تلویزیون هست همین سرود تا حاضر صدا می‌دهد قریب یک خطا نکنیم یک 35-40 سال زیاد شد که همین سرود حاضر مردم میگن بعضی مرکب من همین سرود اجرا میکنم طلب میکنند شکرانه ایان که من با همین سرود منم می‌دوستن بسیار مردم جوانای همین حاضرن همین سرود شیرین جان رو می‌خوانید برای همین سرود من با معقول بود خواندم خیلی روایت خلقی بود همین سرود حاضر صدا می‌دهد تشکر وقتی به زندگی نامه شما فعالیت شما نظر انداختیم کمی پرسجو کردیم همین رو فهمیدیم که شما از سال 1964 این جانب فعالیت دارید و در صحنه حرفه‌ای صنعت هستید این البته برای شما شرف است و برای ما نیز شرف است که ما با همین گونه چهره های اصیل صنعت حالا روبرو نشستیم و میخواهیم که یک برنامه خوب و جالب و دیدنی را منظور بیننده گردانیم و با همین وسیله هم مخلصان شما را شاد بسازیم هم مخلصان برنامه خاطره ها را و خیلی گفتید این سرود که در دوره جوانیتان افشا شده است یعنی شما خودتان آهنگ بستید بله سال 67 به شعبه فرهنگ ناحیه ایسار همون وقت ناحیه ایسار آمدیم کار با از همونجا آمدیم بسیار غیب الله نظر در نقشلاق شاهان هستن اون کس حاضرم هستن وجود دارد همین سرود خواندیم بعد همین سرود 20 کامنجا اینجا بگردم همین سرود بیا یک کانترکت دیگر کن کنیم بعد همین گرفتیم بود همین ما رو بودش بگم بعد همین شیرین جان همشه شیرین جان هم صدا کردی رفتی همین بعد همین تو 20 همین نقراتش همین ماندیم انتخاب کردیم همین سرود ایجاد شد بعد کنسرت ها میخواندیم در توی مرکه میخواندیم همین سرود تازه در همین گاه بعضی وقتا کنسرت ها التماس میکنن یعنی این را ببینید که بسیار شعر که صمیمی است چون گفتید روایات خلقی است و دو مصرعش را خودتان افشا کردید نوشتید یعنی شعر صمیمی است آهنگ صمیمی است در خاطرات مردم مانده است همین چیز و گفتید از سال 1967 در شعبه فرهنگ شهر ایسار فعالیت دارید آن وقت ناحیه ایسار و سال 1972 شما را به خدمت حربی دعوت کردند بله با آنجا رفته طولی چند سال خدمت کردید؟ 2 سال خدمت کردیم
و باز شنیدیم که محض از همینجا چند دوستان شما همکسبان شما همکاران شما به خودی در کدام دولت بود؟ در کراسنایارسکی کرای در کراسنایارسکی سیبیر. در سیبیر. به خود همون جایی که شما یعنی خدمت میکردید فرستادن یک چند اسباب موسیقی را از جمله دایره را نیز با واسطه پاچتا درست است؟ بله بله. نوسیبیرسک رفتیم ما از دیگر پویز به دیگر پویز جدا کردن و یک شهر رفتیم بعد از نوسیبیرسک به کراسنایارسکی کرای بردن و دوست که دیگر قریب راه گشتیم و دو کسا از همه جای جدا کردن دام کلتور سویتسکی عرب میگفتن همه خانه مدرنتی همون عربی سویتی بانو یک از قرانتی و یک دولت فندرالی گفته که بچه بود هر دومانه جدا کردن از اونجا بعد همون دام کلتور سویتسکی عربی شهری اوژور میگن همونجا در همون یک خاصی کلام تو نوار تاجیک داره اونجا همونجا به خدمت کردیم بعد تار روی کردن بعد دیگر تار بود یک تار یک دوره بعد با واسطه پشت روی کردن بعد گرفتیم تار خطی دوره گرفتیم همون دوره خطون اولا باد پشت در خانه هست همون دوره پوستش کمید با پوست کشیدیم از اونجا خیلی از واقعی پوست کشیدم 2 سال خدمت همین تار دوره که گذروندیم یعنی هرگز از سند دور نبوده نوابسته از آن که شما تنها در شعبه فرهنگی شهر حصار فعالیت داشتید ولی آوازتان دامنه‌دار است و مرزها را عبور کرده است سرحدها را عبور کرده است تمام کشور شما را پذیرفتن دوست داشتن و حتی بیرون از آن و چندین بار سفرهای کاری هم داشتید به نیویورک و کانادا و روسیه و دیگر کشورها نیز در مسکو بودیم چندین بار در لاتویا بودیم در لیتوا بودیم در چکسلواک بودیم در خاورو بودیم در سمرقند بودیم در ترکمنستان بودیم اشخاباد بودیم چندی بار قرقیزستان بودیم در قزاقستان هم بودیم در خدمت معلومات خارجی در خود کانادا شهر تورنتو اتاوا اونتاریو مونترال هم شهرها خیلی گشتیم بله در همان دوره های جوش و خروش در همان دوره که اوج داشت صنعتتان و همیشه ایجاد میکردید همیشه میخواستید که یک شعر بنویسید و یا یک آهنگ آفرید یک موسیقی روی کار آورید که به مردم نزدیک باشد از همون درد مردم بگوید و در همین زمینه در همین روش یک آهنگ ایجاد کردید با نام من مبارک باد میگویم تو را بی وفا هرگز نمیگویم تو را و این سرود نیز یکی از سرودهایی که در خاطره ها مونده است در دل ها مونده است امروز هم همین سرود تنین انداز میگردد میخوانید؟ بله البته بیاید همون دوره ها را به یاد میاریم وارد میشویم و همین سرود را میسریم بله مرحبا من مبارک باد میگویم تو را من مبارک باد میگویم تو را بی وفا هرگز نمیگویم تو را بی وفا هرگز نمیگویم تو را من روان گشتم به کوی دلبرم تا به چشمت بار دیگر بنگرم من روان گشتم به کوی دلبرم تا به چشمت بار دیگر بنگرم
بود از این شب در غا توی تو وای بر حالی منو چشمی ترم بود از این شب در غا توی تو وای بر حالی منو چشمی ترم من مبارک باد میگویم تو را به وفا هرگز نمیگویم تو را من مبارک باد میگویم تو را به وفا هرگز نمیگویم تو را غنچه‌ای پرخنده‌ای گلزار تو راستی در حسن مه رخسار تو غنچه‌ای پرخنده‌ای گلزار تو راستی در حسن مه رخسار تو گشتم مفتون تو سویم نگر التفات کن مده آزار تو گشتم مفتون تو سویم نگر التفات کن مده آزار تو من مبارک باد میگویم تو را به وفا هرگز نمیگویم تو را من مبارک باد میگویم تو را به وفا هرگز نمیگویم تو را من مبارک باد میگویم تو را به وفا هرگز نمیگویم تو را به وفا هرگز نمیگویم تو را میدونید مردم در حق شما چی میگویند؟ کامل غنی در صنعت موسیقی نیز کامل و غنی است و باور داریم که این پیراه آسان نبود. نوبست از آن که شما مهر بی اندازه داشتید و محض همین مهر به شما تکان بخشید، به شما دست داد که تا به این سطح برسید، ولی آسان نبود. مشکل بود، پرپیچ‌تاب بود. کمی از همون مشکلیش میگفتید، کمی از آن دوره به یاد می آوردید که چگونه مهنت کردید، مشقت کشیدید و به همین سطح رسیدید. دوره سینی که من خودم بشناسم از سینفایی اگر خطا نکنم چهارم یا پنجم میخواندم، همین رادیو گوش کرده از رادیو همین وقت همین حافظ حسین ناصرالدین میخواندن، آدینه هاشمی میخواندن، شادروان ظفر نازیموف میخواندن، بعد جورابک مرود کم کم میخواندن. از همانها یاد گرفتیم گوش کرد. وقت جایی با سویت هم نبود، رادیوی امرود 52 میگفتن، هم خیلی رادیو بود که بطری کلام کتیم میخوان، هر کس بود یک دو آدم دقیق مدار همین هم گوش میکردیم، یک تا سرود میخوندن. بود نبودیم همین گوش کرده همین به دلی باستیم یکی مهری محبت انسانت در دل جا گرفت. بعد هم حسین ناصرالدین میگفت سرودی برادرها چون آزار امشب که یک جانشین خزار امشب گفتن. بعد استاد ظفر نازیمی میخوندن، ای گل تو بیزن شانه برمایت گفتن، همین سرودها در دل آدم جا گرفت. بعد استاد بعد همین بعد با مکتب رفتم، بعد معلم داشتیم با بخانه میگفتن پیشم گفتم برام سرود میخونم. بعد یاد گرفتم یک رو با تکرار کردیم بعد یاد گرفتیم. بعد 38 تمام کردیم. بعد در مکتبی موسیقی مدنی روشنایی رفتیم. بعد همجا تمام کردیم. بعد من حساب آمدیم تازه کار کرده گشتیم. و لحظه ای نبود که شما دور مونده باشید از صنعت ولی از موسیقی؟ راستی که در وقتی بچگیم توی اون مرکه مجبور میکردم کمیشن یا تخم گفتم بردم وقت میکروفون خیلی چی نبود. دست بیل میاد که یک چی بهم میدم بخوندیم.
به موسیقی حتی در توی شما توقیتان رو هم خیلی اثر گرفتید و با همون واسطه توقی سرخ خوندید. بلخی سرخ بود. بله توقی بخملی سرخ بود. هم توقی گرفته رو همون سرود خواندگی بیشتر خاطر برم برای ما دو تا سه تا سرود میخواندیم. سرودای هم دومیزای در برابر استادان و حافظان همون دور. همین خیلی استاد رفتیم خیلی. برای به همین مرتبه رسیدیم. و حافظی خلقی حسین نصرالدین را شما برای خود استاد می‌سازید. استاد بله برای که اون کس با همچنین استاد عجیب ناحیه ایثار شهر یک ناحیه بودم یک جا که اتوبوس که می‌آوردن از شهر استاد می‌آوردن در شعبه فرنگ ایثار با بیگاه اتوبوس که می‌بردن ما همینجا بعد استاد که کنسرت می‌رفتیم مراکو می‌رفتیم بعد استاد یاد کردم کسب بخیل خب تا حاضر منم دور کرده گشتم در تشکر. در سالهای اول ایجادیات هر یک صنعتکار به کسی پیروی میکند ولی شما رو میگویند که گرچنده همین مکتب حسین نصرالدین رو همیشه پیروی میکرد ولی هرگز مانند نبود و یک سبک خاصه داشت. بله درست این از چی باشه؟ درست گفتید. روز دیگر من اول سرودای استاد میخواندم دو سه تاشو میخواندم بعد یک روز استاد گفتن که میدونی چی گفتن کامل جان یک خفه نشو مال سرودای من نخورن لیکن تو باید یک آوازی داری که لحنی خودت کردی سبک خودت کردی با خوانی با خوبیت بعد همین گپ با ما تاثیر کردی اول خواهش دادم بعد استاد ممکن بگم سرودای ما خطا خوندم میگفتم ممکن به خودم بگم که بعد فکر کردم دیگه بی استاد درست بود من راهی خودم پیدا کردم من با همین راه سبک خودم کردی من تازه به همین راه رفتم مردم حاضرن من گوش میکنند شکرانه اینا میکنم. بله. محصول همون کارها بود که شما امروز همچون هنرپیشه خلقی کامل جان غنی به مردم شناس هستید. بله. هزار رحمت. بسیار درست گفتید. من امروز به تاجیکستان ببینید که میگفت که دوشنبه یک شهری گل شکوفا میشه. دیگه شهری زیبایی دیگرگون میشه. دیگرگون میشه. ما میآمدیم در تئاتر زیلونی تئاتر میگفتن تئاتر شادت تابستانه میگفتن. همه با کنسل می‌داد. از آن گذاردن استان‌ها و دروازه می‌گذاشت. من حاضر بودید هر یک قصری فرنگ هر یک قصری زیبا که باورتون نمیاد که همین خیلی قصر میشد است با باوری نداشتم من که همین خیلی تاجیکستان امروز این خیلی گلگلشکان خیلی زیبایی خیلی پرتراوت میشه. سپاس تشکر و باز کدام سرود رو آورده امروز در برنامه خاطره ها می‌سرایید که زمان زینت میبخشید جوانی شما را. یک سرود دیگه پیشتر بگذارم سرود بسمی. مرحبا. دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن در کوی و گدایی برخوش رو رسیدن در کوی و گدایی برخوش رو رسیدن از آن طمع بریدن آسان بود ولیکن از آن طمع بریدن آسان بود ولیکن از دوستان جانی مشکل توان بریدن از دوستان جانی مشکل توان بریدن خام شدن به بوستان چون چه باد دلی تن خام شدن به بوستان چون چه باد دلی تن وانجا بنک نامی پیراهن دریدن وانجا بنک نامی
پیراهن دریدم. چون نسیم با گل رازی نفته گفتن، چون نسیم با گل رازی نفته گفتن، سیریش بازی از بلبلان شنیدن، سیریش بازی از بلبلان شنیدن. بوسیدنی لبی یار اول زی دست مگذار، بوسیدنی لبی یار اول زی دست مگذار، که آخر ملول گردی از دست و لب گزیدم. که آخر ملول گردی از دست و لب گزیدم. فرصت شمار صحبت که از این دو راه منزل، فرصت شمار صحبت که از این دو راه منزل، چون بگذرم دیگر نتوان با هم رسیدن، چون بگذرم دیگر نتوان با هم رسیدن. گفتی بیرفت حافظ از یاد شاه یحیی، گفتی بیرفت حافظ از یاد شاه یحیی، یاره به یادش آورد درویش پروریدن، یاره به یادش آورد درویش پروریدن. از دوستان جانی مشکل توان بریدن، از دوستان جانی مشکل توان بریدن. آن زمانی که شما دست به تار زدید و پا نهادید، قدم ماندید به عالم صنعت، تکنیک نبود، گویم هم می شود و آهسته آهسته تکنیک پیش رفت. ولی یک فکت رو درباره شما میگویند که این نفر از سببی که همیشه زنده می سراید، همیشه زنده سروده آمده است، حتی فناگرام سروده هم نمیتواند. درست است؟ درست، بله درست. کسی گذاشت درست گذاشت. من روزی که من فناگرام خواندن وقت نمیپسندم من، برای که از اول همین زنده خوانده آمدیم، همین مراکه بعد همون وقت میکروفون گردیم چه یک اکردون یک تار دوره بود و بعدم کنسرت و من فهم خیلی همین زنده خوانده عادت کردیم. فناگرام خواندن ناز نمیبینم، خودی که من به همین چیز مخول نیست. دیگر جوانی حاضر بسیار فناگرام میخونم، من خوشم نمیاد، میخوام که زنده خوانم، کنسرت بود پس دویم زنده میخونم من. برای همین عادت کردیم، نمیدونم برای چی باشد. این خوب است، زیرا هر وقت که طریق صدای زنده ما سرود را میشنویم تاثیرش دوچند میگردد، دیگر خیلی میگردد و محض از زبان آن نفرانی که
اصیلزاده سنت می باشند باز هم دوچندتر می گردد و باور داریم که این سرود که طول سال هاست چندین نفران سرودند و از جمله شما نیست، ولی از آن جهت که شما به سبک و اسلوب خودتان سرودید باز هم بیشتر به دل مردم جای گرفته است. برنامه ما را رنگی دوباره بخشید، رنگ دیگر بخشید، تراوت بخشید. سپاس برایتان. حالا که در سنی انقریب مبارک 75 هستید و چون گفتیم پیراهی خیلی طولانی را گفته میتوانیم طی کردید و همین پیراهی که شما طی کردید این یک مکتب الهیده است برای ما، درس عبرت است برای ما و آن سبکی که شما دارید و آن قدر موسیقی هایی که شما ایجاد کردید این یک مکتب دیگر است برای نفرانی که صنعتکار هستند، عموما میخوان که پیروی شما باشند، شاگردان شما. تشکر که امروز برنامه ما را زیب بخشیدید، شام بیننده را زیب بخشیدید، آمدید به سفینه. و در آخر کدام سرود را منظور بیننده میکردونید؟ یک سرود دیگه دارم، هم خیلی سال شد اجرا کردم، من درستی که نخوالی با تماشابین نخواندیم های بخورم. شکرانه کنم تاجی که تاجدار منم من، شکرانه کنم تاجی که تاجدار منم من، صاحب وطن و ملت بار منم من، صاحب وطن و ملت بار منم من. هم سودی و سامانی و هم فارس زبانم، هم سودی و سامانی و هم فارس زبانم، ایستاده به قول و عمل و کار منم من، ایستاده به قول و عمل و کار منم من. چون زاده ای که هستم کوسار وطنی من، چون زاده ای که هستم کوسار وطنی من، چون که قوی پیکر پایدار منم من، چون که قوی پیکر پایدار منم من. هر چشمه رودی وطنم راحت جان است، هر چشمه رودی وطنم راحت جان است، سرشار به وطن بوده وفادار منم من، سرشار به وطن بوده وفادار منم من.
این ملت من صاحب پیشوای بزرگ است، این ملت من صاحب پیشوای بزرگ است. صادق به وطن بود وفادار منم، صادق به وطن مانده وفادار منم، صادق به وطن مانده وفادار منم. باشد، تشکر استاد. واقعا یک هدیه خوبی آوردید بهر ما و بیننده. دوستان عزیز، ما گفته می توانیم که حالا لحظه هم نشین و هم نفسی سرشته بوده، محبت آیین، محبت آفر، محبت سرا، و از این رو گفته می توانیم که توانستیم برایتان ذره باشد هم کمی عشق، محبت، وفا، صمیمیت هدیه کنیم. یادرس می شویم که با ما بودن این شام در برنامه خاطره ها استاد گرامی هنرپیشه خلقی کامل جان غنیف. باقی سربلند و خانه آباد باشید.